بله، این گزارش رو با هم دیدیم. خیلی گزارش تلخی بود که آقای ژاک برای محققای ما، برای ملت ایران در دستشویی قطار تعیین تکلیف میکرده و اجازه نمیداده که ما 20 تا سانتریفیوژ داشته باشیم. حالا صحبت‌های رهبر انقلاب هم که 11,000 سانتریفیوژ مال 2 سال قبل بود، الان ما 19,000 سانتریفیوژ داریم و این روش انگلیسی‌ها و غرب رو ما تست کردیم، تجربه کردیم و مسئولین عزیز ما هم که واقعا دلسوز هستن دارن ادامه میدن به هر حال مذاکرات رو که امیدواریم در پیگیری حقوق هسته‌ای ملت ایران موفق باشن. براشون دعا میکنیم. همین فردا هم عازم مذاکرات کارشناسی هستن. باید این تجربه تلخ رو جلوششون داشته باشن که ما تست کردیم یک بار اینها رو و امیدواریم دوباره از یک سوراخ گزیده نشیم. انشالله نخواهیم شد. من همینجا هم بگم که ما از آقای دکتر صالحی هم دعوت کردیم در این برنامه حضور داشته باشن، نپذیرفتن. حالا ظاهرا اخیراً هم اومده بودن شبکه یک، به هر حال تشریف نیاوردن در برنامه. از جناب دکتر عراقچی هم دعوت کردیم برای همین بحث حقوقی و بحث توافقنامه ژنو در برنامه باشن که ایشون دوست داشتن بیان. منتها خب این مذاکراتی که فردا آغاز میشه بخش کارشناسی بود و عذرخواهی کردن. ان شاءالله در فرصت دیگه ای ما بتونیم بیشتر توافقنامه ژنو رو باز بکنیم. ما فقط در بخش بعدی یک بخشایی از این موضوع رو ان شاءالله اشاره خواهیم کرد. میخوایم الان بریم تو بحث فنی دوباره و حوزه فنی رو بررسی بکنیم و باز با آقا مصطفی احمدی روشن بپردازیم. و اینکه اشاره کردیم که 4 تا راهبر دشمن در صنعت غنیسازی ما، در کنار اینکه به هر حال در حوزه سیاسی و بین بحث‌های حقوقی ما رو محدود می‌کنن، در حوزه فنی هم انواع موانع رو جلو پای ما گذاشتن. نمیدونم راجع به این 4 راهبر توضیح میدید که وقتی آدم نگاه می‌کنیم عجیب و غریبه که براشون اینقدر این موضوع هسته‌ای مهمه که انواع خرابکاری‌هایی که شاید تو دنیا تا حالا هیچ کاری جایی انجام نشده، مثل ویروس استاکس، مثل اون خرابکاری‌های هسته‌ای، اون بمب‌های ریز انجام میدن. یه مقدار اینو بیشتر باز بکنیم تو این بخش، ان شاءالله برسیم تو بخش آخر راجع به توافقنامه ژنو هم یک صحبت کوتاهی داشته باشیم. بله، دشمن علاوه بر اینکه تو حوزه سیاسی و به اصطلاح بحث دیپلماتیک وارد میشه، تو حوزه فنی هم گام به گام این مسیر رو جلو میره که ما نتونیم به این فناوری دست پیدا بکنیم. گام اولی که دشمن تو این فضا طی کرد همون بحث تحریم بود. عرض کردم پیچیده‌ترین تحریمی که تا حال حاضر تو دنیا اجرا شده همین تحریمی است که کشور ما داره و به ویژه صنعت هسته‌ای و در محور اون صنعت غنیسازی. این تحریم هم شامل علم و فناوری و دانش فنیش میشه که ما اصلا نه به ما میدن، چون بر اساس هم ماده 4 NPT هم علل قاعده ما باید این حق رو داشته باشیم که به ما کمک بکنن و این دانش فنی در اختیار ما قرار بدن. ولی علیرغم همه توافقات و همه وعده ها هیچ اتفاقی این حوزه نمیفته و حتی اگه ما خودمون بخوایم بریم به نحوی تامین کنیم تحریم میشیم کامل. اگر بخوایم تجهیزاتی رو بخریم این تحریم باز اونجا هم وجود داره. حتی اگر که بتونن متوجه بشن شرکت‌های ایرانی و خارجی تو این حوزه دارن فعالیت میکنن، اونا هم مورد تحریم قرار میگیرن. خب حالا اگر ما تونستیم این تحریم رو دور بزنیم و حالا افرادی مثل مصطفی بودند اومدن فکر کردن راهکار خلاقانه ایجاد کردن و دور زدن، دشمن استراتژی بعدیش تخریبه. خب این تجهیزاتی که الان شما به نحوی دارید میخرید از خارج کشور و دارید وارد میکنید رو به نحوی که بتونه بشناسه شروع میکنه به تخریب اینها. خرابکاری‌های صنعتی، عرض کردم پیچیده ترین خرابکاری‌های صنعتی تو اینا اتفاق میفته، به گونه‌ای که وقتی شما تجهیز رو حتی داخل میاری تست هم میکنی، عملکرد تجهیز عملکرد کاملا واقعیه، اما وقتی وارد زنجیره میشه تو فعالیت فنی خودش قرار میگیره، فرض کنید یه سوراخ میکروسکوپی توی نقطه ایجاد شده با یه ماده‌ای پر شده، بعد که تو فرآیند تولید قرار میگیره اون ذوب میشه و بین میره و بلافاصله خلا میشکنه و زنجیره دچار مشکل میشه، تعداد ماشین صرفیش از بین میره. یا فرض ساخت یه همچین دستگاهی به مراتب هزینه‌اش از ساخت دستگاه اولیه سخت‌تره، یعنی یه تکنولوژی خیلی بالایی میخواد. بله، یا مثلا فرض کنید فشار سنجایی بوده که اینا توش مواد منفجره کار گذاشتن، مثلا یه بمب کوچیکی رو من فکر می‌کنم سازمان اینو گزارشش رو بعداً ارائه کرد تو رسانه‌ها، این ارائه شد، رئیس وقت سازمان هم داریم توضیح داد، یه بمب کوچیکی رو تو این ایجاد کرده بودن
و حالا تو اون زمان مشخص و این تجهیز کاملا فعالیت عادی بود، هیچ اتفاقی نمیافتاد. اما موقعی که اینا می‌خواستن اون در واقع منفجر میشد، اون فشار سنج رفتار چیز میکرد، خلأ تو سیستم میشکست و دوباره اون چالش و مشکلات ایجاد میشد و تعداد ماشین از بین میرفتن. بنابراین اگر ما میتونستیم این فرایند تخریب رو، این استراتژی تخریب اونا رو در واقع دور بزنیم، تحریم رو دور بزنیم، اون تخریب در واقع عمل میکرد. به اضافه اینکه همین تخریب افکار عمومی هم کاری بود که دشمن دنبال کرد، اینکه اون شعار نمیخواهیم، ما اصلا لازم نداریم انرژی هسته‌ای، در شرایطی که ما یک کشور در حال توسعه هستیم، ما تو چشم اندازمون نیاز به حدود 120,000 مگاوات برق نیاز داریم که ما یه چیزی در حدود 60-70,000 مگاوات رو الان داریم تولید می‌کنیم و یه فاصله 60,000 مگاواتی حدوداً مثلا برنامه‌مون این است که 20,000 مگاوات طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب 20,000 مگاوات برق هسته‌ای داشته باشیم که الان فقط 1000 تاشو داریم. بله. خب تو این فضا 20,000 مگاوات برق هسته‌ای یعنی یه صنعت کاملا گسترده، یعنی تو حوزه غنی‌سازی یه صنعت